حزب الله سایبر. سال 1368 مرکز تحقیقات فیزیک نظری و ریاضیات ایران به منظور تماس علمی بین دانشگاه‌های ایران و جهان آغاز به کار کرد. سیاوش شهشهانی: وقتی عضویت ما را تصویب کردن، یک بند جدید هم به تعهدات اعضا اضافه کردند و آن این بود که از شبکه برای تبلیغات مذهبی استفاده نشود. ثانیاً هیچ عضوی نباید جلوی عبور اطلاعات از کشوری به کشور دیگر را بگیرد. در سال 1371 چند دانشگاه از جمله صنعتی شریف و گیلان توسط مرکز تحقیقات فیزیک نظری به اینترنت وصل می‌شوند تا با دنیای خارج ایمیل رد و بدل کنند. در سال 1372 ایران دومین کشور در خاورمیانه بود که به اینترنت متصل شد. این فعالیت‌ها ادامه داشت تا در سال 1379 ایران به طور رسمی عضو کنسرسیوم یونیکود می‌شود. استفاده از اینترنت روز به روز در حال افزایش بود تا در بهمن ماه سال 1388 قانون جرایم رایانه‌ای تصویب و برای اجرا ابلاغ شد. دولت‌ها گریزی ندارند جز اینکه از تجاوز به حقوق ملت و تمامیت ارضیشان دفاع کنند. در نتیجه عموماً در تمام کشورهای جهان فیلترینگ البته با تفاوت‌هایی اعمال می‌شود. پروفسور اریک نهول: در اتریش، کشوری که تنها 8 میلیون نفر جمعیت دارد، نزدیک به 2000 نیروی پلیس برای اینترنت گماشته شدند. فیلترینگ در ایالات متحده اما در سال 1996 با پیشنهاد بیل کلینتون رئیس جمهور وقت این کشور آغاز شد. اولین قانون که به نام قانون صلاحیت ارتباطات مشهور بود، هر گونه اطلاع رسانی مستهجن و غیر اخلاقی برای نوجوانان کمتر از 18 سال را منع می‌کرد. آمارها نشان از اثرات فاجعه بار استفاده بی‌قید و شرط اینترنت توسط نوجوانان در ایالات متحده را می‌داد. بر اساس پژوهش‌های انجام شده، اسرائیل با فیلتر بیش از 97% از پایگاه‌های اینترنتی بیشترین و قوی‌ترین سیستم فیلترینگ جهان را دارد و بعد از آن به ترتیب کشورهای انگلستان با 70%، فرانسه با 66% و آمریکا با 36% فیلترینگ را در کشور خود اعمال کردند. اخیراً نخست وزیر انگلستان با اعلام اجرای طرح اینترنت خانواده پسند گفت با هدف صیانت از حقوق مردم کشورش فیلترینگ را گسترده‌تر اعمال خواهد کرد. بعد از دولت بریتانیا، دولت‌های ایسلند، سوئد و دانمارک نیز رسما اعلام کردند همان رویه را دنبال خواهند کرد و طرح اعمال محدودیت بیشتر برای سایت‌های غیر اخلاقی در پارلمان آلمان بدون حتی یک رأی مخالف به تصویب نمایندگان همه جناح‌ها رسید. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، قریب به 70% کاربران اینترنت در ایران زیر 29 سال سن دارند. ادوارد اسنودن: این عضو سابق سیا در گفتگو با گاردین گفت آژانس امنیت ملی آمریکا زیرساختی را تدارک دیده که با استفاده از این سیستم می توانستم ایمیل های هر کسی را ببینم، مکالمات تلفنیش را شنود کنم و رمزهای عبور شخصی ترین اکانت های هر کاربری را به دست بیاورم. گاردین با انتشار نقشه فوق سری باندلس اینفورمنت نمایش داد آژانس امنیت ملی آمریکا در ایران نقطه کور اطلاعاتی ندارد. طبق اسناد اسنودن 14 میلیارد بسته اطلاعاتی در یک ماه شامل همه مکالمات، ایمیل ها و اطلاعات دیگر از ایرانیان سرقت شده است. اسناد اسنودن نشان میداد شرکت های مخابراتی ویزن، وودافون و بیتی جزو شرکت هایی هستند که دسترسی نامحدود به اطلاعات را در اختیار برنامه جاسوسی GCHQ انگلیس قرار دادند. گفته می شود وزارت ارتباطات کابل های فیبر نوری زیردریایی ایران را از این شرکت ها خریداری کرده است. در همین حین بود که گوگل در بیانیه اعلام کرد تمامی گوشی های دارای سیستم عامل گوگل اندروید در خطر دزدی تمام اطلاعات هستند. اوباما در بخش اول گزارش خود به کنگره یکی از دستاوردهای جنگ نرم علیه ایران را نفوذ اندروید به بازار موبایل ایران عنوان کرد. صهیونیست: در لیست تاثیرگذارترین صهیونیست‌های جهان اولین نفر زوکربرگ است، دو بنیامین نتانیاهو و سه شرلی ساندبرگ قائم مقام زوکربرگ. یعنی اسرائیلی‌ها زوکربرگ را صهیونیست‌تر از نخست وزیر خودشان می‌دانند. سال 2004 فردی به نام مارک زوکربرگ یک شبکه اجتماعی دانشجویی ایجاد کرد.
یک یهودی آمریکایی و عضو انجمن برادری یهودیان آلفا اپسیلون پی که البته خود را بی خدا می‌خواند. تا قبل از سال 88 شبکه‌های اجتماعی در میان مسئولان و خانواده‌های ایرانی خیلی جدی گرفته نمی‌شد، اما تبعات آشوب‌های سال 88 برای خانواده‌ها و کشور اولین بار قدرت این شبکه‌ها را در آفریدن یک بحران اجتماعی به همه نشان داد. رئیس مرکز منابع آشکار سیا میگوید در جریان آشوب 88 ایران به جاسوسان سیا گفتیم به خانه‌هایشان برگردند، زیرا کاربران توییتر به اندازه 10 نفر برایشان کار می‌کردند. به گزارش گاردین، کمپانی فیسبوک ابر پسوردی در اختیار دارند که با آن می‌توانند به اکانت همه کاربران این شبکه اجتماعی وارد شوند. وزیر خارجه وقت آمریکا بعد از اغتشاشات سال 88 گفت ما جلوی تعمیرات توییتر را گرفتیم تا به برنامه ضربه زدن به نظام ایران خللی وارد نشود. قبل از انتخابات اخیر ریاست جمهوری، مرکز مطالعات ارتباطات جهانی آمریکا با بررسی بر روی کاربران ایرانی اعلام کرد توییتر دیگر توانایی سازماندهی و ایجاد ناآرامی در ایران را ندارد. یکی از عمده‌ترین دلایل این مسئله فیلتر شدن توییتر در ایران است. اخیراً زوکربرگ در بیانیه فیسبوک را اینطور معرفی می‌کند: فیسبوک تنها و قدرتمندترین ابزار کنترل مردم است که تاکنون اختراع شده است. در سال 2014 شیمون پرز به آمریکا سفر می‌کند تا شخصاً از دفتر مرکزی فیسبوک در کالیفرنیا دیدن کند. وی در پاسخ خبرنگار نیویورک تایمز در رابطه فیسبوک میگوید فیسبوک ابزاری است برای تغییر در دنیا و ترویج سبک زندگی به شیوه صهیونیستی. بعد بلافاصله میگوید و ایران بزرگترین خطری است که باید با آن مقابله کرد. حزب الله سایبر